سلام، امیر هستم. این اولین ویدیو از چنل یوتیوبمه و اینکه قراره همه چی خیلی راحت و خودمونی باشه. هدفمون این نیست که ویوهای خیلی بالا بگیریم و اینا، ولی اگه یه روزی چنلمون دیده بشه و حالا به درآمد برسه، یه بخش خیلی زیادیشو قراره که صرف امور خیریه کنیم. و اینکه علی هم اینجا هست. سلام. و اینکه قراره چه اتفاقی بیفته. قراره هفته‌ای یه جای خیلی خفن رو توی طبیعت بریم، کارهایی که میکنیم و بهتون نشون بدیم. بعد اینکه توی طبیعت که من مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. که اصلا یه منظره خیلی خفنه که میخوام برای شما نشون بدم. یه منظره خیلی خفنه که میخوام بهتون نشون بدم. خب الان اومدیم داخل شهر رستم آباد. میخوایم یکم این دور و برا رو بچرخیم، براتون فیلم بگیریم. گلخونه رو دیدیم، حالا بریم برای ادامه مسیر.